اواخر قرن 19 بود. در شهر کوچک ماینهایم آلمان، مردی وسواسی و نابغه به نام کارل بنز در کارگاهش عاشقانه مشغول تراشیدن یک رویا بود. یک عرابه بدون اسب. پس از سالها تلاش و تقلا، سال 1886 میلادی او موفق شد اولین خودروی جهان با موتور درونسوز خود را بسازد. همزمان درست در 100 کیلومتری آن طرف در اشتوتگارت مردی دیگری به نام گوتلیب دایمر به همراه شریک خوشفکرش ویلیام میباخ روی همان ایده اما با دیدگاهی کمی متفاوت‌تر کار می‌کردند. آنها می‌خواستند موتوری بسازند که نه تنها برای خودرو بلکه برای قایق و حتی کالاسکه قابل استفاده باشد. سالها گذشت. هر دو شرکت نوپا به پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی دست یافتند، اما رقیب یکدیگر بودند. اما در سال 1900 وارد فصل جدیدی شدند. یک تاجر اتریشی علاقه‌مند به خودرو به نام امیل یرینگ که کنسول افتخاری امپراتوری اتریش در نیس فرانسه بود. او که با نام مستعار مرسدس که نام دخترش بود، در مسابقات شرکت می‌کرد. سفارشی بزرگ برای یک سری خودروی پیشرفته و انقلابی داد. او شروط سختگیرانه‌ای گذاشت. خودرو باید سبکتر، قدرتمندتر و ایمن‌تر از هر چیزی که تا آن زمان ساخته شده باشد. مهندسان DMG به رهبری ویلیام میباخ تمام توان خود را به کار گرفتند و در سال 1901 نتیجه کار را به جهان معرفی کردند. مرسدس 35 اسب بخار. این خودرو چیزی نبود که کسی تا به آن روز دیده باشد. طراحی‌اش انقلابی بود. موتور جلو، شاسی سبک و غیره. این خودرو تمام رقبا از جمله محصولات کارل بنز را پشت سر گذاشت. این موفقیت چنان چشمگیر بود که شرکت تصمیم گرفت تمام محصولاتش را از آن پس با نام مرسدس به بازار معرفی کند. سالها بعد دوران رقابت سخت بین بنز و DMG بود. هر کدام نوآوری‌های خود را داشتند. اما دوران سخت پس از جنگ جهانی اول و رکورد بزرگ اقتصادی دو رقیب دیرینه را مجبور کرد تا برای بقا با هم متحد شوند. در سال 1926 دو غول با هم اقدام شدند و شرکت دایمر بنز متولد شد و محصولاتشان نام باشکوه مرسدس بنز را به خود گرفت و آن نماد معروف ستاره سپر نیز که نماد سلطه بر زمین، دریا و هوا بود. و این تازه آغاز راه بود. از آن زمان خودروی معروف 770K که خودروی دیکتاتورها نام گرفت در سال 1947 تنها 2 سال پس از پایان اولین مرسدس بنز جدید پس از جنگ را تولید کردند. این آغاز فصل جدید بود. در سال 1953 مرسدس بنز مدل 180 را معرفی کرد. این خودرو یک انقلاب بود. این خودرو به محبوبیتی باور نکردنی رسید و خیابان‌های آلمان و اروپا را فتح کرد. مرسدس بنز 600. این خودرو تجسم روی هر دیکتاتور، سلطان و ستاره راک بود و اما بنز جی کلاس. در سال 1979 به سفارش ارتش ایران و دیگر نهادهای نظامی طراحی شد. اما این جعبه جادویی با توانایی‌های باور نکردنی در خارج از جاده خیلی زود به نمادی از قدرت و منزلت برای همه تبدیل شد. در سال 1955 کروز کنترل اولین بار روی مرسدس بنز 300 ظاهر شد. در سال 1981 مرسدس بنز اولین خودروساز جهان بود کیسه هوا را به صورت استاندارد در خودروی سری اس کلاس معرفی کرد. ABS باز هم برای اولین بار در جهان توسط مرسدس بنز در سری اس کلاس ارائه شد تا از قفل شدن چرخ‌ها در ترمزهای ناگهانی جلوگیری کند و کنترل خودرو را در دستان شما نگه دارند. ESP بزرگترین اختراع بعد از کمربند ایمنی. این سیستم که باز هم اولین بار توسط مرسدس بنز معرفی شد که خودرو را در پیچ‌ها و شرایط اضطراری از واژگونی و انحراف نجات می‌دهد. مرسدس بنز برای نزدیک شدن به بازارهای مهم و کاهش هزینه‌ها شروع به تأسیس کارخانه در کشورهای مختلف کرد. برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، هند، چین و آمریکای شمالی. اوایل دهه 2000
مرسدس بنز تصمیم گرفت دوباره به مسابقات فرمول 1 برگرده. اما این بار نه به عنوان یک تیم، بلکه به عنوان تامین کننده موتور. و چه موتوری؟ موتورهای مرسدس بنز زیر کاپوت تیم مکلارن. راننده جوان و باهوشی به نام مایکل شوماخر با قدرت این موتورها و مهندسی بی‌نظیر مرسدس قهرمان مسلم پیسا شد. اما داستان واقعی در سال 2010 شروع شد. مرسدس بنز تصمیم گرفت خودش یک تیم کامل فرمول 1 بسازد. برای 8 سال متوالی از سال 2014 تا 2021 هیچ کس توان رقابت با اونها را نداشت. موتورهای مرسدس یک نسل از رقبا جلوتر بود. رانندگانش مثل لوئیس همیلتون قهرمانی‌های پی در پی رو ثبت کردند. مرسدس به اوج میرسه و تصمیم میگیره غیر ممکن رو ممکن کنه. آنها تصمیم گرفتن یه موتور واقعی فرمول 1 رو توی یه ماشین خیابونی بذارن. در نتیجه مرسدس بنز AMG 1 یه غول 1000 اسب بخاری که موتورش تا 11000 دور در دقیقه میچرخه. این ماشین پیچیده ترین هایپرکار تاریخه. ماشین‌های مثل EQS که با صفحه نمایش غولاسای هایپر اسکرین هستن و در نهایت رویای رانندگی خودران. این داستان رویای ساده دو مهندس تنهاست که به یه امپراتوری جهانی تبدیل شد. این داستان یه ستاره سپر که از دل یک کارگاه کوچک اومد تا بر زمین، دریا، هوا و حالا هم بر آینده دیجیتالی حکمرانی کنه.